تکنولوژی و سوکت رم‌ها دیگه داره عوض میشه. دیگه باید با رم‌های دیم یا همین رم‌هایی که همیشه می‌خریم رو کامپیوترمون نصب می‌کنیم خداحافظی کنیم، چون که جاشو رو دارن میدن به رم‌های کم تو. اما این رم‌ها چه ویژگی‌هایی دارن که باید ترجیحشون بدیم به رم‌هایی که الان داریم؟ چطوره بچه‌ها؟ فرماس به هستم و پرشن هاردور خوش اومدین. امروز قراره درباره رم‌های کم تو صحبت کنیم. یه استاندارد جدیدی که داره میاد و قراره که رم‌های دیم یا رم‌هایی که الان داریم روی سیستممون جاشون رو بدن به رم‌های کم تو. و امروز قراره که توضیح بدیم که این رم‌ها چی هستن، چه ویژگی‌هایی دارن و چرا باید بریم سمتش. میدونیم که الان رم‌ها استانداردشون دیم هستش، SO دیم که الان داریم و این رم‌ها همین رم‌هایی هستن که به این شکل توی بازار هستن، شما می‌خرید روی مادربردتون نصب. خود محدودن، به این شکلن. اما الان تکنولوژی کم تو یا به اصطلاح Compressed Attached Memory Module 2 معرفی شده. اگرم حالا تو اینترنت و یوتیوب گشته باشید، مادربرد MSI و آوروس اگر اشتباه نکنم یه مادربردی معرفی کردن که همچین رمی رو ساپورت میکنه، روی مادربردش نصب میشه. که این رم ها به نظر من قراره که توی لپتاپ و دسکتاپ ها کلی فراگیر بشه. حالا بریم سراغ ویژگی‌هاشون و اینکه چرا باید ترجیحشون بدیم به رم های امروزی. شماره 1 اندازه‌شون. اندازه رم های امروزی رو دیدید، 4 تا اسلات رم تقریبا این قدی، جاش چیزاش هم دارم. نه چی هم نروردم. حالا این مموری دیمه که به همین اندازه است و اگر هیت سینک بیاد روش هم خیلی گنده تر میشه. اما شما 1 تا 4 تا رم رو میخرید از اینا و نصب میکنید روی مادربردتون. قاعدتا اینقدر جا میگیره، اندازه اینقدر در اینقدر، که قراره که این جا رو توی مادربردتون اشغال بکنه. اما رم‌های کم تو قراره که یک چیپ این قدی باشن که به صورت فلت نصب میشه روی مادربردتون و تا 57% جای کمتری رو توی کیس و مادربردتون اشغال میکنه. اینجوری طراحایی که روی مثلا قطعات دیگه مثل خنک کننده CPU یا چیزهای دیگه کار میکنن میتونن روی این فضایی که از اسلات این رم کم میشه حساب بکنن. شماره 2، شما روی یه دونه اسلات رم یا همون یه دونه استیک رم چند تا کانال دارید؟ شما اگه بخواید که یک رم 2 کاناله داشته باشید، بعد 2 تا استیک رم یا 2 تا از این رم‌ها روی مادربردتون توی اسلات‌های مناسبش نصب بکنید تا بهتون اون کانال‌ها رو بده. 4 کانال هم نصب بکنید، 4 تا رم نصب می‌کنید روی مادربردتون تا تعداد کانال‌ها توی اون رم‌ها تقسیم بشن. خب این هزینه‌تون رو میبره بالا، جای بیشتری میگیره و به تعداد هر کانال باید رم اضافه کنید. اما توی رم‌های کم تو از اونجایی که یه دونه اسلات رم داریم و یه دونه استیک رم نصب میشه، پس ما این 4 تا کانال از 1 تا 4 یا حتی اگر بیشتر این کانال ها رو اضافه بکنن قراره که توی یه دونه استیک داشته باشید. یعنی شما میرید یه دونه رم میخرید، یه دونه رم کواد چنل یا یه دونه رم دوال چنل که این خیلی دستتون رو باز میذاره، هزینه‌تون رو کم میکنه و باز هم توی فضای کامپیوترتون صرفه جویی میشه. به این معنیه که کارایی بیشتر رو توی یه دونه اسلات رم داریم و این به این معنیه که سازنده های این رم بعداً قراره که کلی تحقیق بکنن روی این رم ها و بهترین پرفورمنس رو با کمترین قیمت داشته باشیم. شماره 3، لپتاپ ها دیگه قابلیت ارتقای رم خواهند داشت. این رو میدونیم که لپتاپ ها رم های LPDDR دارن و این رم ها توی بعضی از لپتاپ ها به صورت لحیم شده است و شما دیگه نمیتونید رمتون رو ارتقا بدید، چون که سازنده های لپتاپ واسه اینکه حجم لپتاپ رو فشرده تر بکنن، نازکتر بکنن و سبکتر بکنن، میان لپتاپ رو نازکتر میسازن و یکی از کارهایی که برای نازکتر شدن لپتاپ میکنن اینه که رم ها رو لحیم بکنن روی مادربردها و به خاطر همین قابلیت ارتقا پذیری رم رو روی لپتاپ‌ها نداریم. اما رم های کم تو به خاطر اینکه حجمشون کمتره و نازک هستن و فضای کمی اشغال میکنن، به احتمال خیلی خیلی زیاد این قابلیت رو روی این لپتاپ ها میارن که شما بتونید که رم این لپتاپ ها رو ارتقا بدید. پس سازنده ها هم میتونن حجم کمتری رو توی لپتاپشون داشته باشن که لپتاپ های نازکتری بسازن و هم شما میتونید رمتون رو ارتقا بدید. شماره 4، عملکرد رم‌ها. به خاطر معماری رم‌های کم تو دست طراحا توی طراحی و معماری رم‌ها باز. شما میدونید که ما یک رمی داریم الان به اسم دیم که 4 تا چیپ مموری اینور، 4 تا چیپ مموری اینور و یا اگر خیلی بخواد طراحیش خوب باشه که توی رم‌های جدید می‌بینیم یه جوری دو طرفه ما این چیپ ها رو داریم و به خاطر اتصالاتش هم که همکنون هست دست طراح رو بسته میذاره توی طراحی و افزایش سرعت. اما رم‌های کم تو به خاطر معماری که دارن، به خاطر اون طراحی که دارن، دست طراح رو باز میذاره که هر جوری که بخواد رمش رو طراحی بکنه و تولید بکنه.
این به این معنیه که ما یه رمی خواهیم داشت که خیلی سرعت بالایی داره، حجم بالایی داره و به خاطر اون اتصالات بهینه شدهش نسبت به رم‌های کنونی میتونه سرعت خیلی بالاتری هم داشته باشه. این یعنی اینکه ما یه رمی خواهیم داشت که سرعت خیلی بالا، حجم خیلی بالا و مصرف برق خیلی کمتری هم نسبت به رم‌های کنونی داره. پس قراره که یه تغییر خیلی بزرگ رو توی رم‌هامون داشته باشیم. اما میدونید که اوایل داستان DDR5 چجوری بود؟ رم‌هایی بود که اولش خیلی گرون بودن و واسه تست معمولاً توی دیتا سنترها و ورک استیشن‌ها استفاده میشد به خاطر قیمت بالاشون و همچنین واسه اینکه تستشو پس بده ببینیم که چقدر خوب بوده و اینا. ولی الان میبینیم که با قیمت خیلی خوبی داره تو بازار عرضه میشه و ما هم میتونیم که با قیمت خیلی خوب تهیه‌اش بکنیم و نصب بکنیم روی مادربردمون. این رم هم یه همچین قضیه‌ای رو خواهد داشت توی بازار. یعنی اولش که میاد اینجوری نباشه که خب بریم رم بخریم. اوایل عرضه قیمت خیلی بالاتری خواهد داشت و قراره که تستاشو پس بده، که اون طراحا ببینن که چه جوری خوبه که طراحیش بکنن، بازخورد بگیرن، قراره که با قیمت خیلی معقول تر و کیفیت بهتر توی بازار داشته باشیم. اینم بود از رم‌های کم تو و به نظر من که خیلی رم‌های خوبیه و میتونه که آینده رم‌ها رو متحول کنه به خاطر اون طراحیش و ممنون میشم نظراتتون تو کامنت‌ها برام بنویسید تا ببینم که شما نظرتون چیه، آیا این رم‌ها ارزش خرید خواهند داشت یا نه. لایک و سابسکرایب براتون نره. روز خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظ.